گاهی وقتا زندگیمون مثل یه شب تاریک و سرده. همه چیز دور و غریبه. انگار صدای خودمون رو هم نمیشنویم. ولی توی اون سکوت یه نجوای آروم هست. یه نور خیلی کوچیک که از اعماق وجودمون شروع میکنه به روشن شدن. دختری بود که شبهای زیادی رو با چشمهای اشکی به آسمون نگاه میکرد. دنبال نشونه، دنبال امید، دنبال خدا بود. تا یه شب تصمیم گرفت با خودش رو راست باشه. از ته دل فقط با خدا حرف بزنه. گفت خدایا، اگه صدای منو میشنوی یه نشونه بهم بده. فقط یه نشونه. اون شب خواب دید. خوابی که پر از نشونه بود. دلش آشوب شد، ولی یه حس درونی بهش گفت داری بیدار میشی. این نوره، خاموشش نکن. صبح با یه حس جدید بیدار شد. نه چون جواب همه سوالاشو گرفته بود. نه، چون فهمیده بود جواب خیلی وقته که توی خودشه. و اون نور کوچیک حالا دیگه خاموش نشده. چون اون صدای خودشه. نوری در تاریکی. تو هم اگه داری این قصه رو گوش میدی، بدون که هیچ وقت تنها نیستی. نور تو هم منتظره که بیدار بشه. قصه های منم از همین نوره. از اعماق وجود. برای دلهایی که دنبال آرامشن.